و همینطور که میبینین هنوز شروع نشده، به شدت رنگ و روی زیبایی داره میده به بازی و یه نور پردازی خاصی رو و رنگ نارنجی رو داره، رنگ گرمی رو داره به بازی میده و خیلی خوشگل کرده تا همین الانش قبل شروع بازی. و وقتی که بازی شروع میشه ستاره‌های خیلی خوشگلی رو ما شاهد هستیم. انعکاسی روی کوارتز حال نمیفته، نور پردازی به شدت خوشگلی داره و الان من اگه تایم ست دی بزنم یه آب به شدت خوشگلی هم داره که سنگین تقریبا، البته سنگین که نیست، این سبکتره، ولی خب میبینه که یه سری از گوشی ها با این شیده بیشتر لگ میزنن تا اون یکی که رو همه بلاک ها انعکاس میفته. اونو اگه انعکاسش رو بیارید پایین لگ خیلی کم میزنه، اما اینو ممکنه اصلا یه سری گوشی ها اجرا نکنه. برای همین دارم این حرف رو به شما میزنم. و بله، سایه همه چیز میفته به شدت خوشگل. روی کوارت که انعکاس نداشتیم، احتمالا روی اورها هم نداریم. چرا داریم؟ خیلی کمه. نکنه که روی کوارتز هم انعکاس داریم اما کمه. ببینم، نه ظاهرا کلا روی کوارتز خفری از انعکاس نیستش، ولی روی آیرون گولم سیاه پوست شده همینطور که میبینید و روش کلا انعکاس میفته. مثلا من اینو بذارم اینجا، نگاه کنید قرمز قرمزی ردستون بلاک افتاده روی این آیرون گولم ما. مثلا من از این زاویه بیام نگاه کنم الان همینطور که میبینید افتاده یه انعکاسایی روش که اما خیلی دقیق نیست. کجا فرار میکنی؟ خب اینم از این شیدر که ابرهاش محدود شدن انگار، توی فضای دایرگی افتادن. اما خب برای این شیدر برای گوشی های ضعیف مناسب نیست و شیدر قبلی رو میتونستی با گوشی ضعیفتر بازی کنی. نوری که میفته روی بلاک ها برعکس شیدر قبلی، این یکی سیاه تقریبا، این نور خیلی خاصی نمیفته و تو چشم نیست. اما این شیدر قبلی خیلی معلوم تر بود که داره میفته نوری که از آب رد میشه. و بله، شیدر گرم، خیلی فضاش سرده و حالت نور نارنجی هم داره داخلش که این شکلی کرده فضای بازیمونو. حالا تو شب هم یه دور دیگه ببینیمش. همین شیدر هم یه جفت داره که الان ما قراره بریم بعد از این همون رو تست کنیم و دقیقا جفت همین شیدره، فقط یه خورده تفاوت هایی داره داخلش. این هم نور پردازیش داخل شبه که اگه مثلا پرجی یا خونه نورانی بسازی خیلی تو چشه و خیلی خوشگل میکنه این شیدر. بریم سراغ جفت همین شیدر. شیدر تغییرات کمتری، یعنی کمتر تغییر داره به شیدر قبلی و خیلی تغییر خاصی با هم نمی کنن و کمترین تغییری دارن با هم دیگه. و بذار من تایم ست دی بزنم تو شما نگاه کنید. بله، این از آیرون ها، اینم که همون آیرون گولم که یه خورده آبی تر شده، از سیاه پوست در اومده و اورهایی مثل دایمن. و اگه دقت کنی هم تو این شیدر هم تو شیدر قبلی بلاک ها یه حالت سه بعدی طوری دارن، یعنی همزمان کاره چطوری بگم، کار مد سه بعدی کننده بلاک ها هم کرده. نگاه کنی یه حالت سه بعدی طوری دارن و خیلی خوشگله کلا. حالا من این رو بلاک های رو میذارم داخل کوارت. همچنان هیچ گونه انعکاسی وجود نداره، آبش به شدت خوشگله و هرچی بگم کم گفتم از اینا. ولی این شیدر قبلی دقیقا خیلی معلوم نیست نوری که از آب میفته. و بله، بذارید من نور آفتاب به یه جا وایسم بیفته روی آب که قشنگ ببینین چه مدلیه. این شیدر این مدلی هستش و بله، خیلی شیدر خوشگل و ترتمیزیه و نور پردازی به شدت قشنگی هم داره که توی شب الان میبینیمش.
نور پردازی زیبایی داره، یه خورده تغییر کرده اما خیلی هم فرقی نداره با مایکرافت عادی. و شما مثلا وایسید بلاک اورها رو من بردارم، مثلا بلاک اورها، مثلا اورهای مثل دایموند یا گلد که ببینید تو تاریکی نور میزنه. و اون مودی هم که اضافه کردم من بهتون معرفی میکنم آخر ویدیو، که مثلا کانکتینگ سند یا کانکتینگ گلاس یا کانکتینگ گرول داره که شما میتونید این مدلی یه حالت خاصی بدید به سندا یا مثلا گرولاتون که انگار مثلا سنگ ریخته این رو و با گرس ترکیب میشه، شیشه هم به هم وصل میشه و دقیقا این مد مایکرافت جاوا میمونه. اینم بلاک اورها که نور خاصی میده تو تاریکی. حالا من میام این بغل میزنمش که انعکاسشون هم بیفته تو و خوشگل بشه. اینم اورهای دایموند و گلد که به شدت خوشگله و این شیدرهایی که دارم میگم برای گوشی قویه، یعنی کلا گوشی ضعیفی مثل A10s A20s که حالا دیگه خیلی قدیمی هست، گوشی که مثلا اگه کالا فازید میتونی مثلا اگه گرافیک های قوری های رو میاره با فریم ریت بالا، البته میتونید که این شیدر رو ازشون استفاده کنید، اما تو هر کدوم یه لگ خاصی میگیره و گوشه قوی تر بهتر اینا رو روونتر اجرا میکنه. و ویدیوی شیدر هایی برای ما گرفته پیج شده که خوراک اونایی که گوشه ضعیف دارن هم میسازم که خفن ترین شیدر رو توش براتون معرفی میکنم، که متاسفانه این شیدر ها خبری از انعکاس آب و این حرفا نیست و آب و ولی قشنگ میکنن، امواج خوبی بهشون میدن و سایه های زیبایی میندازن و نور پردازی قشنگ، اما خبری از انعکاس داخلش نیست. توقع زیادی نباید داشته باشید از اون شیدر را. بارونم گرفت و بریم سراغ شیدر بعدی.